امروز 16 январ است و شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، در 15 دقیقه آینده بررسی این موضوع را در مد نظر گرفته ایم. امضای دهها سند همکاری های رشد اقتصادی و تجاری در سفر رئیس جمهور ایران به تاجیکستان. ایجاد فضای امن برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. سازش اسرائیل و حماس دورنمای صلح در خاورمیانه را به وجود آورده است، ولی نزدیکان گروگان‌های اسرائیلی آن را با احتیاط ارزیابی می‌نمایند. ما تا زمان اجرای موافقتنامه اعتراضهای همه روزه خود را ادامه می‌دهیم. مبادا در روی خط سیاه نباشید. وزارت کارهای داخلی روسیه از 5 فوریه امسال روی خط مهاجران قانونشکن را دسترسی همگان می‌کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران که با یک سفر دولتی در دوشنبه قرار دارد، خواستار رشد همکاری‌های بیشتر با تاجیکستان شده، با امامعلی رحمان رئیس جمهوری کشور اطراف وضع منطقه، افزای خاورمیانه از جمله نوار غزه، رشد همکاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی صحبت کرده است. جزئیات موضوع در گزارشی همکاران انبر یوسفی و علیشیر ظریفی. 23 سند همکاری میان تاجیکستان و ایران نتیجه ملاقات هیئت‌های این دو کشور در حاشیه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به تاجیکستان است. این اسناد از جمله بخش‌های سرمایه‌گذاری، همکاری‌های اقتصادی، صنعت و تکنولوژی، نقلیات، سیاحی، طب و فرهنگ و معارف را فرا می‌گیرد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست خبری گفت با همتای ایرانیش وضع در کشورهای منطقه و خاورمیانه را نیز بررسی کردند. با اهمیت حماس‌های مشترک را برای رسانیدن کمک‌های مورد نیاز و مردم افغانستان و مساعدت در استقرار صلح و ثبات در این کشور همسایه تاکید کرد. جانب تاجیکستان از ادامه وضع فاجعه‌بار در نوار غزه اظهار نگرانی کرد. وابسته به این ضرورت اندیشیدن چاره‌های فوری جامعه جهانی جهت خاتمه ناآرامی‌ها در خاورمیانه تاکید کرده شد. در رابطه با این تاجیکستان جانبداری خود را از تطبیق قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل متحد آیین به قضیه فلسطین و رعایت حقوق بین‌المللی با بار دیگر اظهار کرد. در این نشست سران دولت‌های تاجیکستان و ایران تاکید کردند که ظرفیت‌های همکاری‌های دو کشور فراوان است و توسعه آن در زمان نه چندان زیاد عملی شده نیست. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفت افزایش تجارت میان کشورها در مرز نیم میلیارد دلاری قابل اجرا است. به صورت مشترک در جهت رسیدن به مشارکت راهبردی در تمامی حوزه‌ها به ویژه موضوعات اقتصادی و تجاری تاکید می‌نماییم. ارائه تسهیلات در مبادی ورودی و خروجی، برداشتن موانع گمرکی و ایجاد فضای امن برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. به زودی شاهد برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور خواهیم بود. قاسمی بیگ محمد کارشناس مسائل منطقه‌ای میگوید نخستین سفر پزشکیان رئیس جمهور ایران به تاجیکستان دلیل توجه خاصه تهران به دوشنبه است که سبب‌های خود را دارد. با توجه به شرایطی که پیرامون ایران وجود دارد، مخصوصاً وضعیت غرب آسیا یا خاورمیانه و احتمالی از سرگیری و شدت تحریم‌ها، تهران ناگزیر به تقویت همکاری‌ها با کشورهای آسیایی و شرقی است و از جمله نگاهی مثبت نسبت به آسیای مرکزی خاصتا تاجیکستان زمینه‌ساز همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف و از جمله اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری خواهد بود. من فکر می‌کنم که نیازهای متقابل هر دو جانب را وادار به
فراهم کردن تسهیلات یا آسانسازی روابط در زمینه‌های مختلف هستند که لغو روادید و اراده برای برهم زدن برخی از مانع‌های تجاری و همچنین گمرکی نشان دهنده اراده است که به آن اشاره شد. صاحبکاران تاجیکستان و ایران روز 15 ینور 13 سند همکاری را با مبلغ بیش از 450 میلیون دلار امضا کردند. دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه‌های پیچیده‌ای داشتند. مناسبت‌های تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل درباره همکاری رو به گرمشوی آورد. با اطلاع رسمی سال 2024 گردش مال میان تاجیکستان و ایران بیش از 330 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 55% افزوده است. صادرات 104.1 میلیون دلار و واردات با 232.1 میلیون دلار برابر بوده است. رو می‌ریم با موضوع دیگر. حماس و اسرائیل برای پایان دادن جنگ و آزادی گروگان‌ها به موافقه رسیدند. کشورهای مختلفی عالم به سازش آتش بس که بعد 467 روز نزاع حاصل شده است بهای بلند می‌دهند و باور دارند که جانب‌ها به آن صادق خواهند ماند. در این باره کیومرثی‌عطا گزارش می‌دهد. اسرائیل و گروه فلسطینی حماس به سازش رسیدند که از 3 مرحله عبارت بوده: تبادل گروگان‌های اسرائیلی به تخمیناً 1000 محبوس فلسطینی و همچنین انتقال یاری‌های بشردوستانه را به منطقه غزه در بر می‌گیرد. سروزیر و وزیر کارهای خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی خبر داد که سازش با میانروی قطر و مصر حاصل شده از روز یکشنبه 19 ینور به حکم اجرا می درآید. این سازش وسیله واضح تطبیق آن در 42 روز اول را دارد. سپس وسیله واضح اجرای مرحله های دوم و سوم آن وجود دارد. تمام تفصیلات این سازش در 2-3 روز آینده بعد مشخص شدن آن نشر می شوند. پیش بینی می شود که در مرحله اول این سازش 6 هفته‌ای بیرونشوی نیروهای اسرائیلی از مرکز غزه شروع می شود. همچنان در این مرحله حماس 33 گروگان، اکثرا زنان، بیماران، مردان سال خورده و کودکان را رها خواهد کرد. در جواب اسرائیل فلسطینی ها را از محبس‌هایش آزاد می کند. بر علاوه فلسطینی های بیجا شده به مکان زیستشان برمیگردند و انتقال کمک های بشری راه اندازی می شود. در روز 16 آتش بس در برابر نظارت تطبیق آن مذاکرات مرحله دوم و سوم سازش مد نظر گرفته شده است که رهایی گروگان‌های باقی مانده و ختم جنگ را در بر می‌گیرد. فلسطینی‌های غزه اعلان سازش را با خوشحالی استقبال نمودند. ما از امضای سازش خیلی خرسندیم. آن به آینده غزه امیدوار میکند. آن کفالت میدهد که دیگر حیات انسان ها از بین نرود و مردم دیگر نمیرند. ختم جنگ خوشحالی به حد و اندازه میآورد. در اسرائیل هم مردم خبری آتش بس را به خوشی پذیرفتند، ولی همصحبت‌های خبرنگار ریترز میگویند باید دید که سازش چگونه اجرا می شود. ما تا زمان اجرای موافقتنامه اعتراضهای همه روزه خود را ادامه میدهیم. من خوف دارم که آیا سازش واقعا هم اجرا خواهد شد. نگرانی اساسی من این است که ما نخواهیم توانست همه گروگان‌ها را به خانه‌هایشان برگردانیم. جنگ اخیر روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله حماس به اسرائیل آغاز شد که کشتار 1200 اسرائیلی و گروگانگیری 250 تن دیگر را در پی داشت. سپس اسرائیل در غزه عملیات نظامی به راه انداخت. به گفته مقامداران غزه در این جنگ بیش از 46000 فلسطینی کشته و 90% اهالی این منطقه یا خود از 2 تا 3 میلیون نفر آواره شدند. در حالی که مقامات روسیه قانون‌های بحث برانگیز در نسبت فرزندان مهاجران و همچنین آوردن عائله‌ها به این کشور را قبول کرده است، خود این دولت سال‌هاست با مشکلات دموگرافی مبارزه می‌برد. روسیه از نظر قلمرو بزرگترین کشور جهان است، ولی اهالیش سال به سال کم می‌شود. برای افزایش اهالی ولادیمیر پوتین سال گذشته را سال عائله اعلان نمود و مردم نگرانند که ممکن است مقامات ابورت و یا اسقاط جنین را منع کنند. همکارم طاهر سفر این موضوع را آموخت و قبل از برنامه از او پرسیدم که چرا محض سال گذشته این مسئله را جدی گرفتند.
در روسیه که کاهش اهالی و بحران دموگرافی یک 10 ساله باز ادامه دارد، وضع بعد آغاز جنگ در اوکراین بدتر گشت. تلفات سربازان در جنگ زیاد شد که آن را روسیه عملیات مخصوص نظامی می‌نامد. بنا به گزارش‌ها گویا در این 3 سال جنگ روسیه بیشتر از 700,000 سربازش را تلف داده است. تلفات اهالی هم در زمان است که روسیه به تولد بیشتر احتیاج دارد. در نیمه سال 2024 تولد به حدی در روسیه پایان آمد که فقط آخر سال 1999 دیده شده است. این هم در حالی است که روسیه برای تولد هر فرزند یا خانواده‌های سرفرزند امتیازهای زیادی مالی می‌دهد. سال گذشته امتیازهای اجتماعی را زیادتر کردند و حکومت ولایت چلیابینسک گفت که به مادران از 24 ساله پایان کمک پولی زیاد خواهد داد. مثلا به جفت‌ها و زن و شوهرانی که دانشجو هستند 1 میلیون روبل و یا $10,000 دادند. واقعا از مهاجران تاجیک هم زیاد میشنویم که بعضی هایی که شهروندی گرفتند محض برای این امتیازهای اجتماعی برای عائله‌های سرفرزند سعی میکنند فرزند بیشتر به دنیا بیارند. در سال 2024 بنا به آمارها اهالی روسیه بیشتر از 143 میلیون نفر را تشکیل میداد. سوال دیگر از همکارم درباره نگرانی‌ها از منع اسقاط جنین در روسیه بود که آیا واقعاً یا نه؟ بله، سال گذشته در روسیه مقامات در برابر امتیاز و تشویق برای تولد بیشتر تهدید و تنبیه را هم جاری کردند. در ده‌ها ولایت روسیه قانون قبول شد که اسقاط جنین مجبوری را منع می‌کند و اگر معلوم شود که یگان طبیب یا کاردهنده زنی حامله را مجبور کرده است از طفل بدنش دست کشد 100,000 روبل یا $1,000 جریمه می شود. حالا به گفته حامیان حقوق وضع دیگر شده است. مثلا اگر زنی برای اسقاط جنین به طبیب مراجعت نماید با او توصیه می‌دهند که این کار را نکند یا خودی طبیبان با هر بهانه عملیات را به تأخیر می‌اندازند تا امکان تولد طفل زیادتر شود. و کار تا به حدی رسید که نینا استانینا رئیس کمیته محافظت عائله در دومه دولتی خواست تا به قول او در روسیه عملیات مخصوص دموگرافی انجام داده شود. حالا بسیاری ها در کشور نگرانند که ممکن است در روسیه اسقاط جنین را منع کنند. سال 2024 وکیلان مردمی طرح اصلاح شده قانون درباره تندرستی را پیشنهاد کردند که در آن حق زندگی پیش از تولد و بعد از تولد پیش بینی شده است. در جبهه دیگر دومه دولتی ماه نوامبر قانونی را پذیرفت که برای ترغیب به فرزندی جزا تعیین کرده است. بر اساس این قانون هر سازمان یا هر کسی که مردم را به بی‌فرزندی تشویق و یا هدایت می‌کند از $45,000 تا به $4,000 جریمه می‌شود. ولی آمار نشان می‌دهد که روس‌ها هم برای به نقشه‌گیری عائله احتیاطکارند. به نوشته نشریه اقتصادی ویدمستی برای راه ندادن به حمل ناخواسته در نیمه اول سال 2024 در روسیه مردم با ارزش 19 میلیارد روبل ریفاله خریدند که در 5 سال گذشته مشاهده نشده است. همکارم طاهر سفر بود که به سوالهای ما پاسخ میداد. دوستان عزیز، شرح بیشتری این موضوع را شما میتوانید در وبسایت ما پیدا کنید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. یک خبر دیگر از روسیه. وزارت کارهای داخلی روسیه شروع از 5 فوریه سال روان رویخط الکترونی مهاجران غیر قانونی را نشر می‌کند. در این باره خبرگزاری تاس از قول الکساندر گاراوی معاون اول وزیر کارهای داخلی روسیه اطلاع داده است. با گفته مقامدار روس، این پایگاه معلومات برای کارفرمایان امکان می‌دهد تا کدام اندازه قانونی فعالیت کردن مهاجران را تفتیش کنند. کارفرما تنها بعد سنجیدن این معلومات حقوق دارد با شهروند خارجی شرطنامه مهنتی بندد. ضمناً وزارت کارهای داخلی روسیه ماه اکتبر سال گذشته رویخط شخصان نظارت شونده در این کشور را ترتیب داد که در آن نام بیش از 120,000 شهروند تاجیکستان همچون قانون شکن ثبت گردیده است. دوستان عزیز، برنامه در اینجا به انجام میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های از این بیشتر را همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک توک و یوتیوب دسترس کنید و اگر خبری دارید با ما تماس گیرید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.